به اینکه برای شما امروز یک وی پی ان بسیار خوب را معرفی بکنیم که شما بتونین با استفاده از این وی پی ان به صورت بسیار امن، بسیار راحت و همچنین سبک بدون افت کیفیت در صورت اینترنتتان از هوش مصنوعی که دل شما هست استفاده کنین. خب شما میبینید که من فعلا مثلا در وبسایت کلاود هستم و اینجا بر من میگه که در دسترس نیست، به خاطر که من از افغانستان لاگین کردم و یک مثلا در گروه آمدم برای من میگه که اویلیبل نیست در ریژن شما. همچنین به جیمینای بر من یک صفحه بسیار ساده را باز کرده و این صفحه اصلی که ما بخوایم استفاده کنیم نیست. همین قسم هوش مصنوعی دیگه رو شما باز کنین بدون وی پی ان کار نمیکنه. در کشورهای مثل افغانستان، ایران هر کدام ارورای مختلف میگیره. مثلا شما در ایران هستین شاید 404 یا 402 همیشه ارورا رو ببینین. خب این مهم نیست، مهم است که ما از کدام وی پی ان استفاده کنیم تا بدون خودم خطایی و بدون از اینکه سرعت اینترنت ما رو بسیار پایین بیاره بتونیم از این هوش مصنوعی استفاده کنیم. ما چندین وی پی ان را استفاده کردم، حقیقتا مشکلات خود داشت هر کدامشان. آخرین وی پی ان که استفاده کردم اینی وی پی ان نامش اینجا بر شما بیارم، اوربن. ای که است دوستا، اینی وی پی ان است. وبسایت رسمی شما ببینید، من در اینجا این دانلود کردم و اینی اپلیکیشنش است. یک مدت کار میکرد، البته اولا خوبتر بود و بعدا این مشکل خوردن که ما اکثرا اینی به صورت کانکشن ایرور اتصال به این برقرار به سرور از این ما نمیتونستیم اتصال برقرار کنیم. لحظه هم سعی کنین اتصال وجود نداره. خب بعد از کوشش‌های زیاد وصل میشد، منتها خسته کرده بود مرا. وی پی ان های دیگه هم یا مثلا سرعت رو پایین می آورد و یا مشکلات دیگه ای داشت، بعد از مدتی مثلا کار نمیکرد. ما سرچ زدم اکستنشن اینمی وی پی ان را اکستنشنش برای براوزر خود پیدا کردم. این شما میبینین. البته شما میتونید که این نصب کنید، شاید برای شما کار بده. بر بعضی کسایی کار میده، این مشکلی کانکشن ایرور نداره. اگر شما این استفاده کردین که مثلا نیاز نمیکنین که به اکستنشنش استفاده کنین، 70 ام بی سرعت چی داره، حجم داره، میتونین که ما وبسایت هر دوش هم اکستنشنش هم خودی اپش میمونم در دیسکریپشن، شما میتونید مستقیما از این دانلود کنین، نصب کنین. کدام ثبت نام هیچ چیز دیگه ایم نداره، بسیار ساده به شما اینی باز میشه اگر کار کرد. چون من خبر دارم که در بعضی از کامپیوترها یا در بعضی از کسا اینمی استفاده اینمی بسیار خوب کار میکنه، هیچ مشکلی هم وجود نداره برشون، ولی برای ما جواب ندادن. ما آمدم اکستنشن از پیدا کردم، اینی هم کس اکستنشنش هست، عین همون چیز است، هیچ فرقی نمیکنه. برای اینی کروم است، برای ایج است و برای فایرفاکس ما میتونیم که اکستنشنایزر استفاده کنیم. خب ما از کروم استفاده میکنم. سعی کنین در اینجا عالی چون ما را اضافه کردیم. اگر با شما که نو هستین به نام می اد تو کروم روی از این کلیک کنین اضافه میشه، بسیار ساده. و بعد از این در قسمت اکستنشن در اینجا و میبینین اکستنشن هایی که شما در اینجا نصب دارین میبینین. مثلا ما ایرا اضافه داریم در این سایت که فعلا رنم است و بر ما در اکستنشن بسیار خوب کار میکنه، هیچ مشکلی نمیخورم. با هر زمانی که باز کنم میتونم با وصل شم. من اینو قطع میکنم، همین لحظه پس دوباره میتونم که روشن کنم. سعی کنین. ما کشور خودم باز میتونم کشورهای مختلف انتخاب کنم. این هر کشوری که خواسته باشم از اینجا میتونم انتخابش کنم و پس دوباره ایره دکمه روشنش بزنم، این کانکت میشه. سعی کنین بسیار زود کانکت شد. پس دوباره ثانیه‌گرد برای ما شروع شد و میتونم که از هر هوش مصنوعی که خواسته باشم استفاده میکنم. سعی کنین حالا ما کلاود یک رفرش میکنم، مثلا گروه هم رفرش میکنم و جیمینای هم رفرش میکنم. این خوبی دیگه، خوبیش است که سرعت اینترنت شما را پایین نمیاره و میتونید شما با سرعت خیلی خوب از طریق از دانلود بکنین. و این که است یک خوبی دیگه ش هم است که مثلا از اکستنشن اگر شما استفاده کنین صرفا با اینمی چی شما در ارتباط است، یک تونل در اینمی براوزر شما ایجاد میکنه. صحیح شد و شما را از این طریق به وبسایت که میخواین وصل کنه. خب این باز نشد برای من، باز میکنم میره. یعنی هوش مصنوعی دیگه باز شد، مثلا گروه هم باز شد، هم باز شد، هم باز میشه، مشکل نداره. ما قبلا امتحان کردیم، حالا چون باز بوده گین دیدین بر ما حال باز شد.
دیگه این 100% بر من خوب کار داده. شما امتحان کنین، امیدوارم که کار بده. اگر باز مشکل خوردین باز ما VPN های دیگه ای که یا کسای دیگه تست کردن یا خودم تست میکنم که پایدار باشه باز بر شما در اینجا معرفی میکنم. سپاس از همراهی شما دوستا. اگر میخواین که با هوش مصنوعی آشنا شین، ما ویدیوهای مختلف را در مورد هوش مصنوعی معرفی بهتون، هوش مصنوعی طریقه استفاده و هوش مصنوعی رایگانی که بر شما کردیتای رایگان میته، شما میتونین با اونا تولید محتوا کنین. در چنل موجود است، سر به چنل بزنین و از بخش‌های مختلفی محتوایی که در مورد هوش مصنوعی است به صورت کاملا رایگان مستفید شوین. تا ویدیوی دیگر، بدرود.